لوکس‌ها نوعی ملخ شاخ کوتاه هستند. آنها که از ملخ‌های معمولی خیلی اجتماعی ترند، وقتی به یک گروه می پیوندند تغییر رنگ می دهند که فرقی میان نر و ماده مشخص می شود. آنها از غلات، گیاهان و حتی میوه‌ها و سبزیجات تغذیه می کنند. بزرگترین گروه لوکست‌ها که تاکنون به ثبت رسیده 10 میلیارد ملخ بوده است. این گروه هزاران غله را نابود کردند و کارشان به قحطی منجر شد. در حالی که دسته ملخ‌ها می توانند قحطی به وجود آورند، ملخ‌های تکی برای بسیاری از چرخه‌های طبیعی عاملی اساسی محسوب می‌شوند، اما در عین حال گسترش کشاورزی برای ملخ‌ها به این معناست که زیستگاه آنها در خطر است. دشت‌ها و مزارعی که آنها برای استتار مورد استفاده قرار می‌دهند دیگر مناسب نیستند، چون کشاورزان از آفت‌کش‌ها و کودهایی استفاده می‌کنند که به ملخ‌ها آسیب می‌زنند. ملخ‌ها جزء جدایی ناپذیر چرخه‌های طبیعی در سراسر کره زمین هستند و بدون وجود آنها تنوع زیستی آسیب پذیر سیاره ما برای همیشه آسیب خواهد دید. اسب‌های دریایی که به آرامی در دریاهای کم عمق در نوسانند، موجوداتی شکوهمند، سرگرم کننده و دوست داشتنی هستند. آنها استادان ریز نقش تغییر قیافه‌اند. این موجودات اغلب با گیاهان دریایی یا قسمتی از تپه‌های مرجانی اشتباه گرفته می‌شوند. این موجودات بازیگوش و مسحور کننده خود را به رنگ‌های درخشان و منحصر به فردی در می‌آورند. آنها به گونه‌ای شکل یافتند که در استتار متخصص هستند. اسب دریایی